خب رفقای گل آکادمی دژبان، امیدوارم حالتون توپ باشه. رفقا اومدیم با یه ویدیو و شنبه ها ویدیوتون با منه. بریم یه توضیح کلی میخوام داخل این ویدیو بهتون بدم به ساختار جدیدی که تو یوتیوب داریم پیاده میکنیم. قبلا تلگرام بودیم، البته کانال تلگرامی هم که جدید زدیم دژبانو داریم میبریم جلو. ویدیوی قبلی شما بیاید ببینید همین ویدیوی آسیب پذیریایی که میذاشتیم واسه سایت و اینجور چیزا. هر هفته چهارشنبه ما یه دونه ویدیو در مورد وب هکینگ آپلود میکردیم. اون ویدیو از این به بعد، یعنی از هفته پیش، چهارشنبه هفته پیش داخل یوتیوب آپلود میشه که یه مینی دوره رو استارت زدیم، تست نفوذ سایت‌های وردپرسی، و هر هفته چهارشنبه این ویدیو آپلود میشه، تست نفوذ سایت‌های وردپرسی، که حالا یه 15 16 قسمت تا این مینی دوره تموم بشه و بریم سراغ بحث بعدی وب هکینگ. اوکیه؟ پس ما هر هفته چهارشنبه ها ساعت 8 شب ویدیو وب هکینگ داریم. اینو داشته باشید داخل برنامه‌تون. و اما شنبه ها چی داشتیم رفقا؟ بهتون گفته بودم اینجا، حالا برنامه‌ای که براتون آپلود کرده بودم داخل شنبه ها بحث کلید هکینگ و بدافزار نویسی رو داشتیم که دست خود منه، خودم براتون ویدیوهاشو ضبط میکنم. و این نکته هم بگم بهتون، من خودم هم روی مینی دوره دارم کار میکنم، مینی دوره بایپس آنتی ویروس رفقا. اون مینی دورم به همین شکل داخل چنل یوتیوب شنبه ها آپلود میشه. اوکیه؟ پس تا الان داخل چنل یوتیوبمون 2 تا مینی دوره داریم، یه دونه که واسه وب هکینگ تست نفوذ سایت های وردپرسی، یه دونه که واسه کلید هکینگ و بدافزار نویسیه که بایپس آنتی ویروسه، تکنیکاشو میایم یاد میگیریم و بررسی میکنیم. اوکیه؟ پس اینا رو داشته باشید. و طبق برنامه اینجا نگاه کنید، یک شنبه ها آشنایی با سخت افزار داریم که حالا رفیق ما اینجا به این شکل آپلود میکنه داخل چنل تلگرامی. به احتمال زیاد ویدیو واسه یوتیوب هم برامون بذاره، حالا اگه گذاشت که داخل یوتیوب براتون آپلود میکنم دیگه. دوشنبه ها هم که دوباره تحلیل حمله هکرها رو داریم که اونو به صورت وایس پادکستور براتون میذاریم رفقا. ببینم یه نمونهشو براتون بیارم. میبینید رفقا به این شکل تحلیل حمله فیشینگ جدید هکر. اوکیه؟ اینجوری براتون آپلود میکنیم داخل تلگرام. بعدی یه نگاه بندازم. پادکست داریم که هر هفته 3 شنبه با ماهانمون هم براتون ضبط میکنیم در مورد وب هکینگ، در مورد کلاینت هکینگ به این شکل رو. این نه، این البته تحلیل حمله هکراست. این پادکست مثلا یه هفته باگ بانتی داشتیم، این هفته گوشش ایناش رو فقط در مورد یه چیز دیگه داشتیم. هر هفته یه چیزی داریم دیگه. اوکیه؟ پس داشته باشید این موردن. خب رفقا، حالا این نکته ها رو داشتید و ببینم دیگه چیمون. چهارشنبه وب هکینگ هم که گفتم، پنجشنبه هم که حالا یه فیلمی بازی یا بهتون معرفی میکنیم کلا حالا تفریح. پس چنل تلگرامی ما رو داشته باشید رفقا به این آدرس. من ببندم اینجا، آدرسش هم اینجا هستش. و اما مینی دوره که میخوایم استارت بزنیم 5 تا سرفصل داره که هر کدوم از اینا یه زیر مجموعه‌ای دارن. سرفصل اولش آشنایی با آنتی ویروس ویندوز و اینجور چیزاست رفقا. آنتی ویروس ها چطور کار میکنن، ساختارش چجوریه، تست اولیه ویروسای ساده به چه شکله، معرفی ابزارهای چک کردن وضعیت آنتی ویروس ها، اینجور چیزا رو باشون آشنا میشیم. سرفصل دوم بایپس با تکنیک‌های ابتدایی مثل رمزنگاری کردن و تغییر دسترسی‌ها و استفاده از فایل‌های VBS و JS و HDI و بش و اینجور چیزاست رفقا. ترکیب با ابزارهای مختلف اینا رو داریم رفقا، بایپس ها با تکنیک‌های ابتداییش. و اما سرفصل سوم میشه تکنیک‌های پیشرفته. اوکی، استفاده از پاورشل رو داریم رفقا، اجرا فایل از حافظه رو داریم، دسترسی مستقیم به حافظه که با سی کد نویسی این کار انجام میدیم. استفاده از دات نت رو داریم رفقا برای تبدیل شل کدا به چیزایی که لود میکنن. حالا میریم جلوتر متوجه میشیم. یواش یواش تاکتیکای مختلفی که هکرها قبلا استفاده کردن رو میایم حالا باشون آشنا میشیم. استفاده از DLL ها، اینا رو یواش یواش توی سرفصل سوم آشنا میشیم. سرفصل چهارم رفقا به چه شکله؟ تست و تحلیل داریم. اوکی، 2 تا سرفصل درباره چیزی رفتیم، آشنایی با روشاش، یه دونه مقدماتش، یه دونه پیشرفتش. سرفصل چهارمش تست و تحلیله. حالا یه ماشین مجازی میاریم بالا، رفتار بدافزار رو داخل اون سیستم تحلیل میکنیم
هر بدافزاری یه رفتار مخصوص خودشو داره. این کارا رو انجام میدیم، میایم جلوتر حالا با سندباکس و اینجور چیزا بیشتر آشنا میشیم و حالا روش‌های مهندسی اجتماعی مختلف دیگه. کلا تست و تحلیل رو میریم جلو. جلسه 5 که رفقا اختصاص میدیم به زبون سی، یه خورده با زبون سی آشنا میشیم و اسکریپت نویسی پایتون. یه خورده حالا میایم پایینتر، دسترسی مستقیم به رم رفقا، گفتم مستقیم به حافظه. یواش یواش داخل این فصل 5 آشنا میشیم. حالا آخرای دورم که یه سری ابزارا رو بهتون پیشنهاد میکنیم مثل متاسپلویت و اینجور چیزا کلا دیگه که پیلودای آماده میسازن. به کار میان ولی زیاد به کار نمیان. داشته باشید نکته رو. هم میشه استفاده کرد هم نمیشه استفاده کرد. چیزی 100% وجود نداره رفقا تو این حوزه. اینو بهتون بگم. شما نمیتونید 100% فقط با یه دونه پیلودی که متاسپلویت براتون میسازه یه سیستم رو هک کنید. یه سری تغییرات باید انجام بدید، یه سری تکنیکا پیاده کنید. و کلا اصلا 100% وجود نداره رفقا تو این حوزه. در کل اینم از ویدیو مقدماتی، ویدیو اول داشته باشیدش. بریم تا سراغ ویدیوی بعدی. پس هر هفته شنبه ساعت 8 شب یه دونه ویدیو از این مینی دوره ما برای بایپاس آنتی ویروس ها آپلود میشه. دمتون گرم.